یا واتساپ گایز، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل من، یعنی پارسایوب. و اینکه بچه ها اومدیم با یه مپ تمرین ادیت و ایم و پیس کنترل و یعنی دیگه نگم براتون، دیگه این باتتون قشنگ میکنه، ادیتتون هم خیلی مشتی میکنه. و اینکه بچه ها حتما حمایت کنید، لایک و ساب و کامنت گذاشتم فراموش نشه. مرسی از کسایی که کامنت میذارن، لایک میکنن، سابسکرایب میکنن. و اینکه اول من کد مپ رو براتون بگم، توی دیسکریپشن هم براتون میذارم. و اینکه بچه با یه دونه اکانت چیز اومدم، با یه دونه اکانت یعنی که دونه اکانت تازه زدم دیگه، دیفالته. فقط اومدم این اسکین رو بگیرم، خیلی مشتیه. اینکه بچه بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا وارد مپ که میشید این شکلیه. بذارید اول ببینم داره ضبط میکنه. بله، وارد مپ، اول که وارد مپ میشید این شکلیه. ببینید بچه چیا داره. بذار من اینجا برم عقب‌تر. خب بچه وامیوان داره که میتونید با رفیقتون بیاید بزنید بگاهیدم دیگه رو. ایم داره، ادیت داره، پیس کنترل داره، فری بیلد داره. فری بیلد. خب بله بچه ها میریم تو وامیوان ببینید چه شکلیه. ریدمش. بچه من کسی میدونه بگه آجی، من وایفا ما هر چقدر میخوام تمدید کنم نمیشه و مجبور شدم با اینترنت گوشی بیام. و اینکه دیگه با اینترنت گوشی ریدم دیگه، انقدر دیلی داره که نگید، چون دیگه رو وایفا عادت کرده بودم. من نمیتونم تریپل هم حتی بزنم. اینکه بچه این هم وامیوانش بود. اینجا میگفتن دنس بزنیم. میریم تو هوم و ایم. این از ایمش گاناشه اینجا. و کنید گاناشه اینجا. بچه میتونید با رایفل بزنید و برای شاتگان هم داره. این برای شاتگانشه. شات نزد. چرا واسید یه ریلود گان همون نشون نمیده. نه اینجوریه بچه اینش. داره میتونید بزنید شیطان کنید. یعنی مثلا این مخصوص کسایی که تو باکس یارو مثلا داره میدو اینطوری هول میکنه، اینطوری هول میکنی و ایمت میرینه دیگه. اینطوری تمرین کنید دیگه. اینجا بعد این از چیزشه بچه ها، اینجا میگیرید دابل بزنید راحت بشه. این از اینشه و این از اینشه. یا خدا. و اینجا بچه ها میتونید مثلا حرکات چیز کنید. میاید از این بر از این بر توری میشینید. یه اسلاید مشتی، یه 128 تا یه دونه اینطوری قشنگ میزنید. مادر میزنید منو نگاه رفت تموم دارم. یه رو حروم زادن اون بده ایشی بهش دمیج نخورده. اینجوری انجام ایدن دمیج حالا خوردم تا ریدم. یا چه در صورت این همه شکلیه. این هم بذاره کسچه رو جایدن. قدیمی ما خیلی بهتره چون جایدن کمتر بازی میکنم. خاطرم اینجا بیلد مودشو داره و چیزش هم هست، زیرو بیلدش هم هست. اینجا فقط باید هدشات بزنید، مخصوصی یعنی هدشات زدن دیگه. پامپ رو برمیدارم، داداشم پامپ. اینجوری اینجا میرید 115 تا رو. خب 37 درسته. بدون هدشات.
یه 180 تا اینجا. سلام عمو. میدونم اینجا هدشات. چون اینجوری فقط با اینجا هدشات بزنیم. والا این هدشات نخورد. درسته. خب هدشات. بازم هدشات. خب این بچه از اینش بود. من حالا دارم ریکورد میکنم. یک فی استراب دارم میخورم. مثلا لک شدم. و بچه اگه لایک های این ویدیو به 100 تا برسه من ستینگ هم حتما میذارم. و اینکه بعد اینکه ستینگ رو گذاشتم حتما بعد فکر کنم ویدیوی بعدی چیز درست کنم. آموزش افزایش FPS، یعنی FPS رو میخوام خوار مادر ببرم بالا. این هم بچه از ایمش بود. با رایفل هم اینجا بکنم میشه دست. آره بچه با رایفل هم میشه. خب چه دنس رو میزنی؟ نه دیدم همو میزنی. خب حالا اینجا ادیتشه. خیلی ادیت مشتیه میتونید، یعنی ادیت رو نگه گوهه میتونید بازیتون رو خیلی بهتر کنید. ببین حالا شما اول رو برید مثلا از اول شروع میکنی تا مثلا به یه جای خفن برسی که من ریدم اینجا شو. خب بریم برای نریدن دیگه. خب بازم ریدم. خب این از اینش بود. و اینکه یه این چیزا رو داره. حالا بچه من دارم الان میرینم دستم سردن. الان دقیقا آدم خورد گفتم سریع این رو رکورد کنم. و این هم از این. خب بازم دنس رو میزنیم. Welcome to the edit section. و حالا میریم سراغ اصل کاری. برای این خیلی وقت بذارید. پیس کنترل یعنی خیلی مهمه بچه. یه دونه مثلا اینجا حالا برجوری خواستی بکنید. اینجوری مثلا بزنید. چرا اینطوری شد بایستید؟ خب اینجا باید اینجوری کنید. ببینید آره همینجوری بچه ها میزنید. نگاه کن چرا داره اینجوری میشه. خب بعد بفهم آجی باش ول کن ناموسن. جا باید مثلا 1000 تا بیلویت کنید. بعدش چیز میکنید میرید یا رو شتام میکنید. ریدم با این ادیتم امروز. بچه اون بر بود و اینم مثلا این برش. آجی بازم دارم توی ادیت کنم. اشکال نداره فشاره. خب آجی بسته. بچه بگونه خفنشو نداره. اینجوری یارم شتام میکنید. حالا مثلا میاد این برش حالا میرید
همینطوریه دیگه. خیلی بچه حال میده، شاید برای بعضی حال نده، اولش حال نمیده و اینکه ولی بچه حتما هر روز تمرین کنید اینو. مثلا یه مدتی برای خودتون بذارید 1 ساعت نیم ساعت، بعد اون بالا هم بچه زده اگه مثلا یه رو پلی بدید مثلا بهتون ایکس میده، یعنی همونجوری وایسی تا اون یه رو بگذره. و بچه همین بود، یعنی که فریبیلشه هم وانویوانه. اینکه بچه حتما حمایت کنید دیگه، دوباره باز گفتم. و همین بود. یه ذره همونو من بیلویت کنم چی ریدم. تریپل نمیتونم بزنم، خیلی امروز هستم سرده، دیلی دارم یه جور، خیلی زیاد دیلی دارم امروز. حاجی بازم که شد. بچه هم و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و پیس اوت.